امروز تو دنیا رقابت سر چیه؟ سر پست و مقام و منصب و همه میگن ما تشنگان خدمتی، ما همه چاکر ملتی. بعد که نشست به تخت رئیس جمهوری بعد ببین کیه. همه رقابتشون سر همینه، به پست بالاتر، به مقام بالاتر، به منصب بالاتر، به موقعیت بالاتر، به پول و ثروت بالاتر. رقابت ها سر اینه. ولی حضرت مولانا محمد یاسین پدر حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی میگه من تو دارالعلوم دیوبند میدیدم رقابت سر تواضع و عبدیت. یعنی هر کس تو این دارالعلوم دیوبند سعی میکرد نگاهش به فضائل، مناقب، خوبی های دیگران باشه و سعی میکرد که به هر طریقی شده دیگران رو جلو کنه و اونجا پست و منصب به کسی دادن خیلی سخت بود. قبول